سلام دوستان، خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم با هم هزینه‌های زندگی یه زوج 2 نفره رو حساب بکنیم. من و سهر بچه نداریم، به جاش 2 تا گربه داریم. هزینه‌های اونا رو هم بهتون میگم. قبل از اینکه که با هم بریم بررسی بکنیم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بیاین ور، فعلا با اونا کاری نداریم. برای خریدای ماهانه سوپرمارکتی برای یه خانواده 2 نفر مثل گوشت و نون و برنج و تخم مرغ و اینا ماهی 10,000 لیر کفایت میکنه. و هزینه‌های زندگی این 2 تا دختر خوشگلمون توی یه ماه. این لوسیه. اینم لونای. که شامل غذای خشک و تر و کنسرو و خاک و یه سری هزینه‌های دیگه میشه حدوداً 3,000 لیر در ماه. و اما هزینه سوخت توی قبرس. قیمت بنزین با اکتان 98 الان 38 لیره، اکتان 95ش 37 لیره. برای خانواده‌ای که ماشین ژاپنی و کم مصرف دارن و خیلی مثل من کارشون یه جوری نیست که خیلی پرتردد باشن، هزینه سوخت مثلا برای یه ماه 2,000 لیر کفایت میکنه. توی قبرس هم اینجوریه که نیاز نیست شما برای بنزین زدن از ماشین پیاده بشین. نیاز نیست از ماشین پیاده بشین برای سوخت زدن، برای بنزین زدن. کارکنای خود پمپ بنزین این کار رو کاملا رایگان براتون انجام میدن. بریم سراغ ستون زندگی، یعنی خونه و هزینه‌های دیگه‌اش مثل شارژ و آب و برق و گاز. یه خونه استودیو حداقل از ماهی 350 پوند شروع میشه که شارژش حدوداً 800 لیره. اگر نمیدونین خونه استودیو چیه، یه ویدیو براتون درست کردیم به نام انواع خونه‌هایی که توی قبرس هستن. حتما این ویدیو رو ببینید. هزینه برق هم خب خیلی بستگی به مصرف خودتون داره، ولی حداقل 1,000 لیر رو برای یک ماه در نظر باید داشته باشین. برای آب هم هزینه آب برای شستشو و استحمام حدوداً ماهی 300 لیر میشه. آب مصرفی هم که اگر بخواید تهیه بکنین، من خودم مثلا آب رو پر میکنم. خب قبرس آب لوله کشیش قابل شرب نیست مثل خیلی از جاهای ایران. آب آشامیدنی هم میتونید از طریق دستگاهی که سطح شهر هست خودتون ببرین پر بکنین که بابت یک گالون 19 لیتری 20 لیر باید پرداخت بکنین. یا اینی که میتونین زنگ بزنین و سفارش بدین بیارن دم خونه براتون که میشه 70 لیر. من خودم چون شخصا میبرم و پر میکنم، بنابراین 20 لیر پرداخت میکنم و برای یک ماهش رو حدوداً 200 لیر در نظر بگیرید. میرسیم به هزینه گاز. همینطور که میدونین قبرس جزیره است و مثل اکثر جزیره های دنیا گاز لوله کشی نداره. بنابراین برای آشپزی از کپسول گاز استفاده میکنیم. یه سری اجاق گازا هم هستن که برقی ان. خب هزینه‌اش اگر از اون اجاق گازا استفاده بکنین میره روی هزینه برق. ولی کپسول گاز برای من و سحر برای 3 ماه کفایت میکنه. یعنی یک کپسول گاز رو ما 3 ماه میتونیم آشپزی بکنیم. هر روز هم آشپزی داریم توی خونه. یک کپسول گاز هم الان 400 لیره. هزینه اینترنتی هم متفاوته، بستگی به شرکت‌ها داره. هزینه اینترنت ماهانه برای خونه حدوداً 400 لیر، برای اینترنت موبایل هم 400 لیر حداقلشه. اگه اهل ورزش کردن هستین، اونم توی باشگاه، هزینه ثبت نام یه همچین باشگاهی که اینجا سالن کراسفیتشه، سالن بدنسازیش اونوره، برای یک ماه رجیستر اگه مثل من 6 تا 4 بیاین میشه 1,000 لیر هزینه رجیستر برای یک ماه. در کنار ورزشتون اگه اهل مکملای ورزشی هستین، میتونین از مکمل فروشی که توی قبرس هستن مکمل تهیه بکنین. من منتها این هزینه‌ش رو جزء هزینه‌های زندگی روزمره نذاشتم. مثلا من خودم استفاده نمی‌کنم، ولی ویتامینامو حتما استفاده می‌کنم. اگر دوست داشتین میتونین توی کامنت برام بنویسین که از مکمل فروشی که توی قبرس هست براتون یه ویدیو مجزا درست بکنم. یه نکته هم برای دانشجوها بگم، هزینه‌های حمل و نقل با اتوبوس‌های دانشگاهی داخل شهری برای دانشجوها رایگانه.
در کل هم هر کسی، به نظر من هر کسی که توی قبرس زندگی میکنه باید وسیله نقلیه شخصی داشته باشه، چون هزینه‌های تاکسی گرونه. تا اینجا یه کار حساب کتابایی که انجام دادیم هول و هوش 20000 لیر شد. الان عسکری اجرت توی قبرس 33900 لیره که اگر مالیاتش هم کسر بشه میشه هول و هوش 27500 لیر. عسکری اجرت هم میدونین دیگه، یعنی حداقل حقوق وزارت کار توی قبرس شمالی. یه سری هزینه‌های دیگه هست که ما حساب نکردیم، مثل چی؟ دارو و تفریح و لباس خریدن و یه سری هزینه‌ها که به هر حال بین خانواده‌ها متفاوت، بعضی از آدما بیشتر لباس می‌خرن، بعضی کمتر. اینو ما جزء حساب کتابا نیاوردیم که اگر 8000 لیر هم برای اینا در نظر بگیریم میشه 28000 لیر، تقریبا با عسکری اجرت قبرس شمالی برابری میکنه. مرسی که تا آخر این ویدیو همراهمون بودین. سعی کردم کلیاتی از هزینه‌های زندگی توی قبرس شمالی رو بهتون بگم. مسلماً هزینه‌های زندگی خانواده‌ها با هم متفاوته. هر سوال دیگه‌ای دارین توی کامنت ازم بپرسین.